با سلام به امام راحل. در یکی دیگه از پیچ‌های تند نظام هستیم و چاره‌ای نیست جز مراجعه به خاطرات امام و کمک گرفتن از صفات بارز معمار نظام. اگرچه امام خودشون اهل خریدهای منزل نبودن، اما بنده یادم هست که یک بار حضرت امام واسه فیگور گرفتن جلوی بقیه باری رو از میوه فروشی تا منزل بردن. بله، بردباری از ویژگی های بارز حضرت امام بود. روزی امام داشتن جلد رسالهشون رو چسب می زدن که قطره از چسب روی دلشون ریخت. بله، دلچسب بودن از ویژگی های برجسته و بارز حضرت امام بود. امام خیلی به ندرت از منزل خارج می شدن و یادم هست یک روز که قصد خروج داشتن دنبال عمامهشون می گشتن که پیدا نکردن. دست آخر فریاد زدن پس این عمامه صاحب مرده من کوشش. بله، کار و کوشش از ویژگی های بارز حضرت امام. روزی شخصی به دیدار امام رفت و گفت هر وقت میخوابم گردنم درد میگیره و چه کنم؟ که امام فرمودن خب نخواب. بله، هدایت امت یکی از ویژگی های برجسته حضرت امام بود. بله، امام کینه شطوری عجیبی داشتن و از روی لج و لجبازی که در جوانی با منزل داشتن تا آخر عمر حتی یک بخاری هم برای منزل نخریدن. بله، بی بخاری یکی از صفات برجسته حضرت امام بود. روزی شخصی نزد امام آمد و گفت ای امام عرضی دارم و امام فرمودن عرضتو بگو و طرف گفت 87 سان و امام فرمودن خوبه است. بله، ارزیابی امت از ویژگی های بارز حضرت امام بود. بعد از اینکه امام شطرنج رو حلال کردن، بنده یادم هست یک دفعه با حضرت امام یک دست شطرنج زدیم و بنده که خیلی به امام نزدیک بودم حرکت ماتش کردم و امام فرمودن که قبول نیست از اول. بله، شکست ناپذیری از ویژگی های برجسته حضرت امام بود.